کشیده تا جنگل. با من همراه باشید. اینجا رو ببین، حلزونا رو. جالب. شاید هم یه پرنده خواسته لقمه‌ش کنه. این بغل کلیساست. از این کنار چه خنک شد. آره یادت رفت. خیلی بچه‌ها اینجا ساعت حدوداً 20 دقیقه مونده به 7 بعد از ظهر. آفتاب رو میبینید تو آسمون. حس کنم جایی که قرار بریم خیلی قشنگ باشه که جنگل دیگه. پله ها رو ای دیده شد دوربین. خیلی قشنگه. من عاشق حرف زدن تو ویدیو هم. بچه مسیر من برای بار اوله دارم میرم. سرد شد کاش لباس بیشتر برمی‌داشتم. آره یه ذره خنک. راهمون تنگه. بچه جاتون سبز، خیلی هوا خوبه اینجا. یه شهر پرگل. بعد اینکه این چی اومد؟ بله اوکی. سلامت. او مشکل دموت ترسیدم. از سگه؟ آره. باز انگار ارتباط گرفت چشمی. سلام بچه ها، خوش اومدین. بچه من صحبت نمی کنم، صدای پرنده ها رو گوش کنید. آره. سلام.
Hello. بابا اینا خوردنه. من به نفس افتادم. یه خود مسیر شیب داره. من با هوا دارم خودم میکشم بالا. نگاه کن. واقعا دوستان یکی از جنگل های رومانیه. ما تو شهر ولچا هستیم. بعد این جنگل هم تقریبا تو شهره. از کنار کلیسا اومدیم این بالا. ساعتم فقط کم میکرد. دفعه اول میام، تجربهش رو ندارم راستش. چی قراره ببینم نمیدونم. بچه اون رودخونه است. آره بریم پایین ببینیم چه خبر. اون وقت بچه ها کم کردن، فکر کنم جالب باشه. اوکی میگن اون پایین نرم، برم بالا. بابا جلو افتادم.
Please speak Persian دوستان. باید نظرت از کدوم ور بره؟ از کدوم ور برسی؟ اگه نبوده نمیتونستم تا اینجا شو بیام. سوپ بردارم کمکی. خسته شدم. بابا مستقیمی راست. بریم اول هست بشینیم. اونجا چیه؟ اوه نمیدونم ببینم چی نوشته اینجا. اوف بچه قشت. فرقش چیه با جنگل شمال به نظرت؟ کوهنوردی رو میکنی؟ آره زیاد فرق نمیکنه. آره آره پر درختای بلوط. من که همیشه تابع راهنما این پروانه حیوان نداره؟ حیوان از اینجا بعضی وقتا نه خرسه از اینجا میره. که یوی خرس بیاد چی؟ اختار میدم با زودتر موبایلات دار به غیر خرس. تا حالا خرس دیدی بابا؟ داریم اونجا یه آمفی‌تئاتر داره که نمایش اجرا میکنن، مراسم کتابخوانی داره، بالاتر باز یه ایستگاه داره 100 متر بالا، 5 متر بالاتر. قالاچی‌های زیادی تو راه می‌ذارن، نقشه‌های هوایی واسه گمنامی. این میره اسمشو بخونه. مقصد کجاست؟ بچه ها یه چیزی اینجاست، پرنده است. اون آقاست، زیاد داره. اون آقاست. یه چیزی من میگم، این بلبلا که میخونن بگو به دوستا. بلبلا که میخونن هیچ کدوم خیلیاشون بلبل نیستن، مرغ مینان مقلده غذا در. آخه خیلی اونو. خوشگلن. آره این پرنده های خیلی خوشگلی داره. مقصد ما کجاست بابا؟ جنگل. الان مگه جنگل نیستی؟ راه همین مقصدمونه. باز این حرف رو تکرار کردی. این حرف معنی نداره بابا. خسته شدم. گوشی هم تکون میخوره، معلوم نیست تصویر چطوری میفته.
بچه استوب کنیم، من خسته شدم. سلام دوستان، مسیر شیبش زیاد بود، خسته شدم من. یه دقیقه استراحت کنیم اینجا. خیلی راه مونده. باش. این درد اون نیست، من درد رو حس کردم، دردش مثل اون نیست. مستقیم. الان بشنی دردش باز نمیده. بیا من بچه جان تو راست هست رفتی برداشتی میگه ساعت اینجا حدودا نزدیک 7. بچه ها و خورشید هنوز تو آسمون. آها به آلوچیق رسیدیم. Buna. Mariana, no? Yeah. Una foarte mult cu o prietenă de-a mea, Mariana. Ai, Maria. خب بچه ها مرسی با من تا اینجا همراه بودید. من دفعه اولم بود و واقعا حساب خسته شدم.
یه خورده اینجا بشینیم استراحت کنیم تا درود دیگر. بدرود. تازه مروری چی میگی ماما؟ بله میخوای به چی بگی استوب نکنم؟ اصلا من خداحافظی کنم. دوست دارم من. کیا نگاه کردم؟ خسته شدم.